با سلام مجدد علاقمندان عزیز که بازم در خدمت شما هستم. خدا کنه همه شما جور و صحتمند باشین. دوستا و رفقا از من سوال کرده بودن که در ویندوز 11 چگونه ما شما پروژکت تو دیس پی سی را ما شما که غیر فعال می باشه فعال بسازیم. وقتی که ما شما ویندوز 11 را نصب میکنیم، یک 100% در ویندوز 11 این غیر فعال می باشه که یکی از ویژگی های خوب ویندوز 11 می باشه که ما شما میتونیم از طریق پروژکت تو دیس پی سی ما شما میتونیم پروژکتورایی که در کنفرانس ها استفاده میکنین، در مکاتب استفاده میکنین، در پوانتون استفاده میکنین و ایست که موبایل کامپیوتر خود در صفحه تلویزیون خود ببخشید در صفحه کامپیوتر خودم بیاریم و ایست که تلویزیون خود وصل کنیم و یا خود مونیتور و یا اسکرین کامپیوتر دیگر هم ما شما میتونیم از طریق پروژکت تو دیس پی سی ما شما وصل کنیم که یکی از ویژگی خوب ویندوز 11 می باشه که دوستا فراموش نکنید که در ویندوز 11 وقتی که ما شما را نصب کنیم 100% غیر فعال می باشه. دوم وقتی که ما شما از این پروژکتینگ تو دیس پی سی یعنی پروژکت خودش یعنی وصل کردن معنا داره که 100% ما شما در اینترنت وایرلس ما شما نصب باشیم یا اینترنت پی سی ما شما میگیم که ما شما در اینترنت پی سی وصل باشیم. بعد از این میتونیم از این ویژگی ویندوز 11 نصب کنیم. بسیار آسان می باشه دوستا. میریم ما شما در ستینگ کامپیوتر، بله سکرول میکنیم در پایان پروژکتینگ تو دیس پی سی بالای سر از کلیک میکنیم. ببین دوستان در اینجا غیر فعال می باشه. ما پیش یک عکس گرفتیم، عکس ما دیگه چیز نشان میده اصلا به این شکل می باشه دوستا. وقتی که ما شما ویندوز 11 رو نصب میکنیم امی گزینه که یکی از ویژگی خوب ویندوز 11 است ما شما میتونیم اینی پروژکتینگ تو دیس پی سی به این شکل غیر فعال می باشه که هیچ وقت ما شما نمیتونیم ایره غیر فعال بسازیم. به خاطر از ما به این شکل فعلا دوستا به این شکل است، هیچ کدام مشکل نداره. به خاطر که ما یک دفعه فعال ساختیم دوباره غیر فعال ساختیم به این شکل وارد شد. اگر این اصلا به این شکل می باشه که قابل یادآوری است که نگوین که چرا صفحه که ما در اینجا آموزش میتونیم دیگه چیز است و وقتی که ویندوز 11 خود نصب میکنیم به این شکل می باشه. به خاطر از اینکه ما یک باری فعال یا غیر فعال ساختیم به اون خاطر به این شکل شده. هیچ کدام مشکل نیست، دیگه غیر فعال می باشه. چون ما شما ایره فعال بسازیم و از ویژگی خوبی که این ویندوز 11 از داره ما شما استفاده کنیم. ما شما میریم در گزینه فیچر، برای سر گزینه فیچرز بالای سر از کلیک میکنیم. اد فیچرز بالای سر فیو فیچرز بالای سر از کلیک میکنیم. در پایان ما شما وایرس دیسپلی که به حرف الفبا می باشه، وایرس دیسپلی در آخر باید باشه که حرف دبلیو می باشه. اینو در کامپیوتر خودم نصب میکنیم. وایرس دیسپلی تنها ما شما اینو میره انتخاب میکنیم و اینو نصب میکنیم. بالای سر اینستال کلیک میکنیم. در اینجا چند ثانیه طول میکشه که در کامپیوتر ما شما نصب شه و از این طریق ما شما میتونیم که همین گزینه خوبی که البته ویژگی ویندوز 11 داره ما شما میتونیم از این استفاده کنیم و موبایل های کامپیوتر خدا، پروژکتورهایی که در مکاتب یا پانتون استفاده میکنیم و یا تلویزیون خدا و یا اسکرین پی سی یا کامپیوتر دیگه خدا ما شما میتونیم از طریق وایرس ما شما میتونیم به کامپیوتر خدا وصل کنیم و از اون استفاده کنیم. چند ثانیه صبر میکنیم دوستان عزیز تا که خب در اینجا وایرس دیسپلی ما شما نصب شد. وقتی که در بالا ما پس دوباره بک یا بازگشت بزنیم ببینید دوستان عزیز در اینجا پیشتر غیر فعال بود فعلا فعال شد. در اینجا سه گزینه ما شما داریم. گزینه اولش دسترسی است، گزینه دیگه زمان است و دیگه گزینه سومش که پاسورد نشان میده. گزینه اول ما شما ایوریویر رو باید انتخاب کنیم. بله خودش به طور خود کار آمده. ایوریویر یعنی برای دائم هیچ کدام انتخاب نداشته باشه که از ما سوال کنه وصل شویم یا نشویم به بعضی وسایلی که ما شما البته وصل میشیم هر بار از ما سوال نکنه. دوم گزینه زمان داره که اگر این انتخاب کنیم هر زمانی که مثلا ما پروژکتور خدا، کامپیوتر خدا، تلویزیون خدا، موبایل خدا ما شما وصل کنیم از ما یک سوال میکنه. ما شما میخوایم که هیچ وقت هر بار سوال نکنه، بار اول سوال کنه و بار دوم دیگه سوال نکنه و بعضی گزینه سومش هم که نور یا هیچ وقت از ما شما پاسورد یا شفر تقاضا نکنه. این ما شما فعال میسازیم و از این طریق ما شما میتونیم که تمام وسایلی که از طریق پروژکتور باشه به طور مثال پروژکتور که در پانتونه، در مکاتب
و در کنفرانس ها و بعضی کسا در خانه خودان حتی استفاده میکنن به حساب تلویزیون و یا موبایل کامپیوتر خودان و یا تلویزیون خودان. مثلا شما میتونیم از طریق پروژکت تو دیس پی سی بدون کدام نرم افزار، بدون کدام پروگرام ما شما را فعال بسازیم و استفاده کنیم که در آموزش آینده ما تنها که بسیار زیاد مهم باشه وصل صفحه موبایل خودان از این طریق بسیار ساده و آسان می باشه بر شما دوستا عزیزان نشان میتونم که چگونه ما شما صفحه موبایل خود بدون کدام پروگرام از طریق پروژکت تو دیس پی سی ما شما در اینجا وصل کنیم. خدا کنه دوستا و عزیزایی که در اینجا مشکل داشته باشن مشکلشان رفع شده باشه. خداوند یار مددگارتان. شب روزتان بخیر.